نقصیگاه. چی باشه؟ هرچی زیاد گرون نباشه. بقیه پولت آقا. پندک اونجا آویزونه. خستم دیگه ندارم بمونم تو راه واسه رسیدن به مقصد. خستم دیگه تشخیص نمیدم درست و غلط و از هم. خستم موندم تو اتاقی که کل در و پنجره هاش بستن و من لش نشستم کنج اتاقم مثل کتری خاموش روی اجاقم. خستم من از این روزمرگی شدم مثل یه سرباز روزبرگ پیر که تا ابد تو همین پادگان دیگه دردی نمونده که باش بناله و فقط غم روی پک فروردینم به اشاره میکرد که هر چرخیدم میگفت یا سگ دو میزنی ولی ثمره تش بهت که 60 بس میدن و میدوزن کل زندگی تو عشق و رویا تو غم بچگی تو ترسوندن تا دل بدی مفت نمزدی لرزیدی یا اینو بی تو میدونم سخت میگذره زندگی برات صبرش کم زندگی بهش میدی تراش درد و ندیدی که به این میگی خراش. رفیق خوبم بهم بگو اینجوری نباش تو بهم بگو تو که دیدی بودی نزدیکم تو بهم بگو تو که سری میری از پیشم تو بهم بگو مگه کم درد دوتامون الان بگو که آسمونه سقف خدامون. زندگی آخر مرا در دست خود له می کند همچو یک ماهی که در تنگ خودش دق می کند. خسته تر از آنم که در ظاهر نشانت می دهم مرد غمگینی که خود در خود فقط جان می دهم. لایه ماندن در من دل کنده از دنیا که نیست دائما گم می شوم تنها در این رویای خوب.